کمی شکرانه میکنیم که ساق سلامت گشتیم. زمان تینجه. بعد دست بعد پا بگردیم میبینیم. چه با شکرانه نکنیم. خیلی در مسئله نرخ نبود خیلی داید باید اقتصادی چه خیلی بخوریم. ایجاد همین بحران در تمام دنیا خیلی در یک مونی خیلی توخت میکنیم شکر میگیم در یک مونی است که تمام تلویزیون نگاه میکنیم در رسانه‌ها میخونیم در جهان هم میخونیم خیلی در همه حالات که در وضعیه اگه زندگی بلندی پاسی داره همه ایده باید صبر کنیم توخت کنیم صبر کنیم میگه اگه حالا میپذد ما شکر نعمت میکنیم شکر سلامتی میکنیم شکر وطن میکنیم که ما در وطن آباد تیم گشتیم شکر میکنیم که مثلا ما در زندگیمون کمبودی نداریم فرزندای خوب داریم اویلای خوب داریم زندگی خوب داریم شکر همین میکنیم خیلی صبر خوبه همه کار صبر کنند همه شکرانه دولت شکرانه کنجی شکرانه آزادی سال برو خیلی کار میکنن سودن همش خیره خیلی ارزان شد خب بلندم نخواهد که الان انصاف کردم و سوداگرام بگشم ما سوداگریم مال برادر مناسب خیلی چه وطن مونه در همینجا نون و نمک خوردیم کلان شدیم علم آموختیم وظیفه دادن ما صاحب فرزند شدیم خانه شدیم چه شکرانه کنیم اثر اسمایی برای کار یادم کار بودن برای صبر کردن همه چیز باید تقاضای دنیا همین است باید که به هر یک مقصد به هر یک نخنامه مثال حکومت می‌دارد باید که ما شکرانه کنیم صبر کنیم که باید راهش بیو نه اون اگر برای به صبر کنیم مثال باید اگر شروع مدل این کار بود نمیشه یگان کار بود یعنی بود نمیشه با صبر بود میشه صبر چیز خوبه صبر همه ما کار باید صبر کنیم به صبر یگان کار بود نمیشه همه کار چی صبر نکنیم یگان سوالش ما جواب بدونم که وقت میگه